آره یه حرفی داشت میزد گفتم قطع کن شما هم بشن. خب میگفتی من بعد از فوت مادرم خدا رحمت کنه خدا رحمت کنه شما بیامرزه فکر می‌کردم زندگیم بهشت میشه. چرا؟ چون بالاخره راضی بود از زمان تا اونجا که تونست. شاید تو فکر می‌کردی راضی بوده. راضی نه نه راضی بود، همیشه به زبانم میآورد. خب هیچ وقت کوتاهی نکرد. خدا رو شکر. فکر بعد از ایشون دیگه میره میشه پارتی ما میشه خدا و زندگی میشه بهشت. بعد اینجوری نشد حقیقتش. الان جهنمه؟ نه جهنمه رها. نه به جهنم رها. خوش آمدید عزیز. دوزخ و برزخ همه بین دوزخ و برزخیم. اگه من میگم چیدمان اینجا درست بشه اینجوریه خدا وکیلی نباید قدر بدونه. بیا حالا از صبح تا شب برو تو گرما، تو سرما، تو بازار، 5 صبح برو 12 شب بیا خونه با دست بچه نصف شب کار کن. میگه تو جهنمم. بیا اون که تو جهنمی تقصیر خودش. شاید تو واقعا برای مادر بچه خوب